ببین الان عموم میاد آب ریزی نکنی یا غذا نخوردم نهار نخوردم زشته. ساسان راستی سر کار نهار خوردی؟ نهار بهتون میدن اونجا؟ بله. لرا جون شما چی؟ شما هم خوردی نهار؟ من خوردم 2 بار خوردم تا اینقدری واسه من کشیدی. من خونه خوردم. خب ببین اگه نهار نخوردین یه برنامه نهار بذاریم دور هم. ممنون مرسی قربون. سلام بابا. انگار چیه میاد تو زنت؟ خواهر منه نگاش نکنه. حواست کجا؟ همین آهنگ در حد توه همین. اما این چیزش بگین. عمو جان زهرا اومد که واسه اون کاری که میخواست به شما بگه باتون صحبت کنه. بگو. ببخشید عمو جان این کاره که واسه من قبول اوکی کنین چی شد؟ می‌خواستم بدونم کنسل یا اوکیه. دنبال کار میگردن؟ بله. تمام ساختمونای اینجا دست خودم. آره اصلا خیالتون راحت. آخه تو رو چه به ساختمون؟ گوشگول تب تو ساختمون میدونی چیه؟ من اصلا رشتم علوم آزمایشگاهی اصلا ربطی نداره به این قضیه. منظورم اینه که تمام آزمایشگاه‌های سطح 1 تهران هم دست ماه. کدوم آزمایشگاه؟ ما آزمایشگاهمون کجا بود؟ من تو رشته خودم کار نمی‌کنم. من خلبان هستم. میگم اصلا اتفاقا من توی قطر ایرلاین چیز دارم، آشنا دارم و اینا. یه 2 روز میفرستم اونجا کمک راننده، بعد دیگه خودت بشینی پشت فرمون قطار رو دیگه. قطر ایرلاین اون قطار چیه؟ اصلا گوش دادی چی گفت؟ نه گفت خلبانه. گفت قطار نیست اشته باشه. هواپیمایی اوکیش میکنم شما کاری نباشه. پاشو برو بیرون. فقط ببخشید من شماره‌تون رو میتونم داشته باشم؟ شماره خواهر من؟ باشو برو. عمو جان راستش منم یکم منقلب شدم، یکم معذبم. برم خونه دیگه. زحمت دادیم بهتون خلاصه. ول کن ناراحت نباش. نه من ناراحت نشدم. تو منقلب شدی؟ ناراحتم نشدم. عمو این پسرتون چرا اینطوریه؟ چرا رو تربیتش وقت نمیذارین؟ الان وقت بذارین تا دیر نشده. اصلا نمیدونم چی تو این ذهن این بچه میگذره. اصلا موندم ساسان. خواهرمه غیرتی نشم. حالا تو هم دیگه هی ور نکن دیگه. حالا یه چیزی گفتون دیگه. بذار بفرستیمشون سر خونه زندگیشون. نه رو دست تو مونده دیگه. تو هم بلند شوی برو بیرون دیگه. حوصله تو رو هم ندارم. کم ور کن. بی برو بابا. من برم. من سیگار براتون گرفته بودم و خارجی بود. بیا برو بابا. حالا سیگار آوردم یه چیزی گفتم. پسرتون رو جمع کنین. اصلا من با همتون قرارم. Do you love me?